ابهام درباره سرنوشت ابراهیم رئیسی. با گذشت ساعتها از انتشار خبر وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس دولت 13 و همراهانش، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از ادامه عملیات جستجو خبر میدهند. رسانه‌های ایران با انتشار این تصاویر میگویند تیم‌های امداد فعالند اما هنوز به محل احتمالی سانحه نرسیدند. اتفاقی که بر اساس گفته مقام‌های مسئول اینجا رخ داده. در جنگل‌های ارسپاران، در حوالی روستای اوزی، در نزدیکی شهر ورزقان در آذربایجان شرقی. رئیسی برای افتتاح سد قلعه‌سی در نقطه صفر مرزی با جمهوری آذربایجان به آذربایجان شرقی سفر کرده بود. اما خبر وقوع سانحه برای او حوالی ساعت 4:30 عصر روز یکشنبه منتشر شد. اینکه یکی از سبالگرد حامل مقام‌های دولت و هیئت همراه به مقصد نرسیده. در ابتدا خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشت یکی از همراهان رئیسی توانسته تماس تلفنی بگیرد، اما هنوز مکان دقیق شناسایی نشده. دقایقی بعد خبرگزاری فارس از فرود سخت بالگرد حامل رئیسی خبر داد. منطقه منطقه پیچیده، ارتباطات یه مقداری برقراری ارتباطات سخت است و ما منتظریم که انشاءالله گروه‌های امدادی زودتر به نقطه وقوع این حادثه و این نشست بالگرد برسن. و به گفته منابع محلی، مه شدید که افق دید را تا 5 متر کاهش داده فرایند جستجو را کند کرده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و محمد علی آل هاشم نماینده خامنه‌ای در این استان همسفران رئیسی در بالگرد بودند. هرچه زمان گذشت تنها یک خبر از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی مخابره می‌شد: بیخبری. در مقابل بازار خبرهای غیر رسمی داغ بود، خبرهایی که خود رسانه‌های حکومتی منتشر کردند و خودشان هم تکذیبش کردند. کانال تلگرامی سپاه قدس از برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی در دفتر خامنه‌ای خبر داد، اما سخنگوی این شورا برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب کرد. اما عصر یکشنبه هیئت دولت تعطیل و ستاد بحران تشکیل شد. همزمان تلویزیون دولتی ایران با پخش تصاویری از دعای توسل در آرامگاه امام هشتم شیعیان و بعد مسجد جمکران از شهروندان خواست برای سلامتی رئیسی و تیم همراهش دعا کنند. در ایران معمولاً وقتی امیدی به بهبود روندی به شکل طبیعی نیست، مقام‌ها دست به دعا می‌برند. همزمان رسانه‌های بین‌المللی هم خبر وقوع سانحه برای بالگرد ابراهیم رئیسی را پوشش دادند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام رسمی جمهوری اسلامی نوشت هنوز امید دارد اما اخبار رسیده نگران کننده است. وزارت خارجه آمریکا و رئیس شورای اروپا هم اعلام کردند خبر را با دقت دنبال می‌کنند. واکنش رسانه‌های اسرائیلی هم به این خبر جالب توجه بود. شبکه 11 اسرائیل با اشاره به مرگ احتمالی رئیسی و امیرعبداللهیان این سوال را مطرح کرده که آیا آنها کشته شدند؟ اکانت خبری ترور آلارم نزدیک به منابع امنیتی یکی از اولین رسانه‌هایی بود که خبر را منتشر کرد و نوشت رئیسی از یک سوءقصد جان سالم به در برده. همچنان که اکانت اتاق جنگ اسرائیل هم با انتشار این تصویر از یک بالگرد به گمانه‌زنی‌ها در این مورد دامن زد، در حالی که عبدالرضا داوری مشاور پیشین احمدی نژاد در شبکه اجتماعی ایکس مرگ کشته شدگان این سانحه را تسلیت گفت. فرید مدرسی روزنامه‌نگار اصلاح طلب نزدیک به یک جریان در حوزه علمیه قم به نقل از منابعی که خودش موثق خوانده نوشت رئیسی دچار آسیب جسمی سخت و جدی شده. روزنامه اینترنتی فراز هم خبر بستری شدن رئیسی و همراهانش در بیمارستان سینا را پیگیری کرد، اما اپراتور بیمارستان به خبرنگار این رسانه گفت خبر را از شبکه خبر پیگیری کنید. همزمان دادستانی تهران در اطلاعیه خبر داد که به برخی افراد که به زعم این نهاد خبر کذب منتشر کرده بودند تذکر داده شده. اطلاعات نیروی انتظامی هم از همه خواسته خبرها را فقط از مراجع رسمی دنبال کنند. خبر مرجع رسمی یعنی سخنگوی دولت فعلا این بوده که هیچ خبر جدیدی نیست. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که چه اتفاقی برای رئیسی افتاده و اگر زنده نیست بر اساس سقوط مرده یا ترور شده. رئیس دولتی که در نمایشی ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی با مهندسی شخص علی خامنه‌ای به قدرت رسید و عملکردش در این 3 سال به گونه‌ای بود که برخی تحلیلگران معتقدند او اولین رئیس جمهور یک دوره ایران خواهد. هرچند او حالا شاید
پایان دوره‌اش را هم نبینند. کسی که اگر هدف خشم یا مزاح مردم بود منتخبشان نبود، بلکه منسوب این دیکتاتور بود. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. مجتبی پورمحسن، لندن.